چطورید بچه ها؟ نگزو اینجاست. خب همینطور از تایتل ویدیو که دیدید اومدیم در مورد رشد فکری صحبت کنیم. خب میخوام باهاتون راحت‌تر صحبت کنم، به خاطر همین میدونین که مشکل اصلی ما اینجاست که ما یه سری باورهای معدودی بزرگ شدیم که به ما گفتن شکست یعنی پایان کار. یعنی چی؟ یعنی که تغییر ترسناکه و اینکه باید مثل بقیه باشیم. ولی حقیقت اینه که بزرگترین آدمای موفق اونایی هستن که باور خودشون رو شکستن و به فراتر از اون رفتن، مثل استیو جابز، ایلان ماسک و خیلی دیگه. خب حالا راهکاراش چیه؟ راهکارهایی که میتونیم انجام بدیم تا رشد فکری بهتری داشته باشیم. 1. چالش‌های جدید رو بپذیر. و اگه همیشه داخل محدوده امن خودت بمونی، شک نکن که هیچ وقت رشد نمی‌کنی. پس بهتره که یه مهارت جدید یاد بگیری، یه عادت جدید بسازی کنی و کارهای سختی که میتونی انجام بدی رو امتحان کنی. 2. دیوارسازی ممنوع. خب منظورم از دیوار چیه؟ بهتر بگم بهتون، باورهای معدود کننده رو باید دور بریزید. باورهای معدود کننده مثل چیا؟ هر وقت که به فکرت یا ذهنت میاد که من نمیتونم، این برای من نیست و فلان فلان فلان، اینا یه دیوارسازیه که جلوی رشد تو رو بگیر. پس باید این رو بشکنی یا اصلا این چیزا رو نذاری به ذهنت بیاد. 3. از شکست نترس. هر بار که میبازی یه قدم به موفقیت نزدیکتر میشی. چرا؟ چون اون شکست برای یه درس عبرت میشه. مهم نیست چند بار زمین میخوری، مهم اینه که بلند بشی و ادامه بدی. 4. محیط اطرافت رو تغییر بده. باید بگم که آدمایی که دور و برتن خیلی تاثیر زیادی بر روی زندگیت دارن. تو اگه با 2 تا آدم پولدار بگردی، میتونی سومیش خودت باشی. 2 تا آدم معتاد بگردی، میتونی سومیش خودت باشی. افراد دور و برت خیلی میتونن رو تاثیر بذارن. اگه میخوای رشد کنی، با آدمایی باش که رو به جلو حرکت میکنن، نه رو به عقب. تو همین الان یه انتخاب داری. همینی که روی این ویدیو کلیک کردی و داری منو تماشا میکنی، یعنی که میخوای زندگی تو تغییر بدی. بعد این ویدیو میتونی به همون مسیر همیشگی برگردی یا میتونی یه قدم کوچیک برداری، یه تغییر ذهنت ایجاد کنی. رشد فکری از همین لحظه شروع میشه. پس یه چالش برای خودت بذار. یه قدم برای رشدت بردار و به خودت قول بده که بهترین نسخه خودت باشی.